این روزا خیلی از شرکت‌های موفق که با ارائه محصولات و خدمات مفید و به درد بخور به مردم کمک می‌کنن، تلاش می‌کنن از امکانات بازاریابی دیجیتال برای افزایش فروش و ارزش‌آفرینی بیشتر استفاده کنند. با این حال به دلیل تعداد زیاد و تنوع فعالیت‌های بازاریابی دیجیتالی که میشه انجام داد، شرکت‌ها در این زمینه با چالش‌های جدی در انتخاب بهترین و موثرترین استراتژی‌ها مواجه هستند. علاوه بر اینکه از چه ابزارهایی باید در کنار هم استفاده بشه و اینکه چطور یک پارچگی بین فعالیت‌های مختلف بازاریابی ایجاد کنیم، موانع مهمی در برابر شرکت‌هاست. اگر مدیر یکی از این شرکت‌ها هستید یا کارمندی هستید که در حوزه بازاریابی کار می‌کنید و یا فارغ التحصیل جویای کاری هستید که به حوزه بازاریابی دیجیتال علاقه‌مندید، بهتون تبریک میگم. این بسته آموزشی برای شما طراحی شده. بسته آموزشی صعود به قله بازاریابی دیجیتال از 4 دوره آماده سازی برای شروع بازاریابی در عصر دیجیتال، طراحی استراتژی محتوا، طراحی کمپین بازاریابی و تجزیه و تحلیل داده‌های بازاریابی تشکیل شده. با دیدن ویدیوها و خوندن مطالب این دوره و انجام دادن فعالیتایی که در طی دوره به شما آموزش داده میشه، شما میتونید شایستگی‌های خودتون رو به عنوان یک دیجیتال مارکتر افزایش بدید و برای شرکتتون ارزش آفرینی بیشتری داشته باشید. صعود به قله بازاریابی دیجیتال، سفری برای تقویت توانمندی شما برای بازاریابی در عصر دیجیتال.